داره این طلوع؟ ویژگی خاصی داره برای ما، یک کیفیت خوبی داره. موقع خورشید طلوع میکنه تمام دنیا دیگه روشن میشه. این چیزی رنگ روستا تبدیل میشه، عوض میشه، بدل میشه. اولین خورشید ایران دیگه. اولین جایی که خورشید طلوع میکنه. بالاخره برای کشورشون زحمت کشیده، اینا نگه داشتن، نگذاشتن که بالاخره غریبه اینجا وارد بشه و بالاخره به تصرف خودش در بیاره. اگه اون روز اونا دفع نمی‌کردن الان دیگه کوهکی نبود. پدر مرزدار منطقه ما حاج محمود نوشیروانیه، هنوز هم هستش. تو الان پیرمرد نشسته درسته ولی اصلا همیشه فکر ذکرش تو مرزه، همیشه برای راهنمایی میکنه. ما از وجود راهنماییش استفاده میکنیم. نوشیروانی ها که خب مهراب خان و قادر بخش اینا خب کسانی بودن که حفاظت میکردن از مرزهای ایران، حفاظت میکردن. اون چیه اون قلعه که اونجاست؟ این گله خاکمانه، گله میر مهراب خان نوشیروانی. گوش کن، ما از به حضور شما یک دفعه نوین شما آوردی. ما انگلیسا آمدن که آمدن همه کوهک آمدن که شما با ما همراه باشی. ما سیم تلفونا میاریم از اینجا میبریم به ایران. در منطقه کوهک دو تا برادر مهراب خان و قادر بخش نوشیروانی حکمرانی خودشون داشتن. در اونجا هم قلعه مستحکمی بوده. و اونها به نوعی به طبع زیر بار سلطه پهلوی نمی روند، علیرغم این که بالاخره دولت پهلوی در دزدک مستقر شده. از طرف رضا شاه یک نفر به نام البرز مأموریت داده میشه. زمانی که البرز با نیروی فراوان عازم کوهک شد، خب طبیعی بود که مردم سنتی که چون این نیروی مشاهده نکرده بودن دچار وحشت بشن. طوری که بزرگا برای ما تعریف میکردن به خاطر خطی بود که میخواستن از این طرف کوهک بیارن، خط بیسیمی بود. اینا نمیگذاشتن اینو بیارن چون گفت دست بیگانگان در کار، امکان داره این کشور خاک ما رو تحویل بیگانگان بدن. دشمنی البرز و دولت اون زمان بیشتر به خاطر همین بود که اینا مخالفت میکردن با آوردن این خط. پدر بزرگ ما زمانی که بهش خبر میدم که لشکر داره میایه فرار کنه به کوه سیاهان جای دیگه بره تو پاکستان، اینا وجدانشون قبول نمیکنه. ما گفتیم ما کوه حاکم قبرستان ما رو ویل کنیم بریم جای دیگه اونجا کشته بشه، جنازه من تو کشور غریبه باشه، اصلا ما وجدانمون تو قبرم راحت نیست. بذار اگه شهادت میشه هرچی میشه تو شهر خودمون تو مال خودمون اینجا به شهادت برسیم، ولی شهر خودمون را، کلاه خودمون را، خونه خودمون را ویل نمیکنیم. جنگ شروع میشه، 3 روز 3 شب جنگ ادامه پیدا میکنه. بعد از اون سرهنگ البرز میبینه همسرتی البرز تا که موقعیت خرابه. تو قلعه بوده از فامیل های مختلف که پیششون اومده بودن. بزرگا ما اینطوری گفتن این البرز که اومده با توپ تانگ اومده. این کلاه اون موقع بالاخره ما اینجا سیدایی داشتیم، همینطوری گفتم مولای داشتیم، مولای امروزی نبود. از اون سیدا ما داشت که اینا را اصلا به کاری کرده بود اصلا توپ کار نمیکرد، ولی بهشون گفته بود که تا زمانی شما تو کلاه هستی توپ تان کار نمیکنه، ولی به ما که شما از کلاه اومدی پایین اون موقع دیگه کلاهتون محفوظ نیست. این قلعه با توپ میبنده
و تو میزنه. قلعه خراب نمیشه. حتی حکمتی توش بوده، یک چیزی رازی بوده، اینا دیگه میکوبن به تو. بعد میبینی که قلعه دیگه خراب نشد، هیچی نشد. هرچی به قلعه میزنه اثر نمیکنه به قلعه. بعضی معتقدن یه سید اومده دعا خونده، سیدا دهک، که طایفه مادرم برام سید دعای خونده، خداوند دیگه دعاش قبول کرده، گفته شما از قلعه بیرون نشین، انشالله قلعه هیچیش نمیشه. این قسمت قلعه که معلوم میشه بر اثر همون دیگه توپ‌ها همون تخریب شده. این قسمتش بر اثر همون توپ‌ها که از این پرتاب شده به وسیله لشکریان آل برز خراب شده، تخریب شده اینجا. وقتی که اینا متوجه میشن که ما نمیتونیم با اینا مقابله بکنیم، میشینن با خودشون یه مشورت میکنن، یک نفر و یک جلد قرآن میدن بهش، میان پای قلعه با هم دیگه صحبت بکنیم، مذاکره بکنیم. ببین در طول تاریخ و امروز هم قرآن نقش اصلی رو در بلوچستان داشته. یعنی سوگندی که در واقع ضمیمه اون قرآن مجید بود، به انضمام قرآن مجید صورت می گرفت، سوگندی بود که در اصطلاح بلوچ ها برو برگرد نداشت. خب و این تضمین مهمی بود برای تصمیمات مهم. بعد اینا قرآن رو با ریسمان میکشن بالا و زیارت میکنن پدر بزرگان اینا، میگن حالا اونا قرآن آوردن وسط گذاشتیم. یکی مخالفت میکنه، میگه نه اینا قول ندارن، اینا امکان داره ماشما رو نابود بکنن، تو این ماجرا که ما شما تسلیم بشیم. گفته نه، هر کار بکنه، چون قرآن وسط ما روی قرآن ایمان داریم. به دولت با شما به نام افسری به نام البرز موگه با شما قسم خورده، میگه به این قرآن قسمه که من با شما کار ندارم، بیای از کوهاک تا کارلگان تا بمپاش من اینا رو واگذار میکنم به شما، با هم آشتی میکنه. اینا به خاطر همین قرآنی که دستشون میشه اعتقاد پیدا میکنن، میای به خاطر همین قرآن. میگه پدر برادر بزرگشون میگه اگر مال قرآن که اومده جلو دیگه ما با قرآنشون باید اعتقاد بکنه. مرد سری رود کولی نرود، یعنی اگر مرد سرش بره اما قولش نمیره. اینها بر اساس این تضمین و سوگندی که داده شده، اونا مقاومتشون با همین اعتقاد با قرآن بوده. زمانی که قرآن قبول کردن رفتن اونجا، اینا فکر کردن دیگه ما آشتی کردیم، لزومی نبوده که اینا درگیر بشن. اینا قسم خورده بوده که ما تیر نمیزنیم، حیله شرعی درست کرده بودن به نظر خودشون. و اینجایی که بابا پدر بزرگ من اول دعوت میشه به جلسه، اینا میره به برادرش میگه میر قادر بخش خان که شما اینجا میشینی، زمانی که من گفتگو کردم و برای شما پیغام منتظر پیغام من باشید که چی میشه آخر سری. وقتی که پدر بزرگ من میره اونجا پیش اینا میشینه، حالا به چه طریقه اینا رو میگیرن، دستگیرش میکنن پدر بزرگ من رو، یه نامه مینویسن به برادرش شهید میر قادر بخش که تو قلعه بوده با افراد، میگه من با این آقای البرز صلح کردم، من مشکلی ندارم، شما اسلحه رو تحویل بدین و بیاین پایین. اینا اسلحه رو تحویل نه، پیاده میشن میان جایی که این نیروهای دولتی مستقرن، اینجا با هم دیگه به لهجه فارسی صحبت میکنن. شهید غلام محمد پسر میر قادر بخش متوجه میشه، از فارسی بالاخره یک کم وارد که میشه متوجه میشه که اینا چی میگه. میگه دستبندشون بزنه. به ما که اینا همین صدا میشنوه، این دیگه بلند میشه، میگه اینا ما رو به حاصل این آمده که ما رو دستگیر بکنن. دیگه درگیری اصلا میگه شروع میشه. بعد این همون جایی که اسلحه رو تحویل میگیرن، یه کلت داشته کمری تحویل نمیداده و اینجا که اونا بحث میکنه این در میاره شلیک میکنه به طرف اونا، یک تیر یا دو تیر بعد گیر میکنه اصلش. پدر بزرگ ما تو هم چادری همینجا دست بسته، تو چادری یه نگهبان جلوی هم چادر واسطاده که نگهبانی میده. اونا متوجه نمیدن، یه زمان میبینن که یک چیزی اومد از چادر بیرون، صورت و کله هم پدر بزرگ ما که اومد بیرون، دوباره این سرباز هولش میده تو چادر. همینجا دوباره که میاد بیرون، اینا دیگه شروع میکنن با سرنیزه و به جون همی افراد ما میفتن نیروهای دولتی. همه 74 نفر، این 74 نفر رو من به نقل از اسناد میگم، اسمشون هست. همه 74 نفر در وضعیت بسیار واقعا اسفباری با سرنیزه
نیروهای ارتشی کشته شدند. وقتی پدر بزرگ ما متوجه میشه دستاش بسته بوده دیگه، فشاری میده دستاش باز میشن به قدر خداوند و این میاد بیرون. این سرباز ما جلوگیری میکنه، سرباز رو میگیره گلوشو، هر کار میکنه دستش ول نمیشه. اینجا مجبور میشم رو سر بابا بزرگم یه تیر بزنم. تیری که از طرف نیروهای دولتی شلیک شده همین یک تیر بوده، دیگه تیر نزدن، همشون با سرنیزه زدن. اینا همونجا شهید میکنن. و پایین همین فعلا پاسگاه داریم اونجا، پاسگاه مرزی داریم که دست پای همین یک دره میشه اینجا میندازن و دولت میره، بعد ملت میان این طرف. بس همین تو اینا رو دادن کشتن و بعدا همون مادری ما آمد آقا نو اینا رو شما کشتی، دامادای ما هم بودن، ولی نو اجازه بده که ما دفن کنی، گفت نمیخواهد. ما خودم دفن همینجا گذاشتن 4 نفره و خاک ریخته روی سرش. السلام عليكم يا أهل القبور. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اون دیگه 70 نفر دیگر یکی از کار بیرون کردن تو همونجا کشتن تو چاله ها انداختن. این تو شد دعوایش. بابا میگه زمانی که مثلا با توپ حمله میکردن به قلعه صداش اونجا میومد، ما هم میشمردیم صداها رو ولی نمیدونستیم جریان چیه، ما به قدر کوچک بودیم. 1 2 توپ صدا میکرد، ما دیگه هیچی نه، یک صدا میکردن تا که اینا بعدا. آقا اسمتون چیه؟ اسمتون؟ اسمم حاج محمود نوشیروانی. فرزند؟ قادر بخش. چه سالی به دنیا اومدین حاج آقا؟ 1308. زمانی که سرهنگ البرز حمله کرد به قلعه، شما تو قلعه بودی؟ تو قلعه نبودم، ما را بردن پاکستان. همه مرد پاکستان ما را بیرون کردن که شما زن بچه ها برید بیرون، ما را بردن همون مرد پاسگاه مردی. اون زمانه انگلیسا بودن، پاکستانی نبود. گوش کن، ما از به حضور شما یک دفعه این شما آوردی. انگلیسا آمدن که همه کوهک آمدن که شما با ما همراه باشید. ما سیم تلفونا میاریم از اینجا میبریم به ایران. میبریم به ایران. شما به هر میله که ما گذاریم 1000 روپیه به شما میدیم. آقا پدر ما عصبانی شد، گفت آقا ما ایرانی هستیم، وطن پروز نیستیم. گرفت بینا را زد اینجا شکم شد، زد همه نمردند. اینو آقا اینا گرفت زد و شبانه بعدا فرار کردند، رفتن همین پاسگاه گروک.
ما دقا انگلیسا بودن دقا ما دقا همونجا پناهنده بودیم دقا بعدا دقا دوست ما یک 10-20 روز نگذشت گفت که سران بعد ماندگان مهربان و قادر بخش برگردانی به کوه به املاکش بعد دیگه همینجا ماندیم همین دو آمد شناسنامه بدن به ما من تحصیدم بچه بودم دیگه بردم گفت یک شیرینی به ما داد همون که شناسنامه داده یک شیرینی به ما تو دهنه بود گفت برو به مادری بگو چند سالشه دست اینطوری کرد سر تا بلند کن اوه برگرد این 7 ساله دندان 7 ساله شکست آمدن انگلیسا یک دهاتی ها به نام گوریچ کلاگ همینه گرفتن کوه با دستور دادن که بعد ماندگان مهربان قادر بخش بگوید همو های ما و تمامی اینا را بزرگار برداشتن آوردن اونجا گفت همینجا شما بنشینی ما را نون و آب میکنی اینا مکاتبه کردن میرا رفتن بود دولت انگلیسا اینا جلسه کردن بعدم تو سوال کردن بعدا دیگه همونجا اینجا که آمدیم برای اطلاع دادن چیز جهان ای دخان بود در تایپ ریگی این به همین جهان و همین البرز دعوا دار اینو گو بری بعد ماندگان همین کوه که بیاری آورد این منشی آورد نوشت شکایت کرد تهران شکایت کردن داغا این ما را دون دولت اطلاع شد چرا بدون دولت مرکزی شو محمدی این قاتل عام کرد برای چی؟ این استخدام جو تابعیت ایران قبول کردن و آمدن سر املاک جا آوردن بعد چرا این کار کرد اول حکم فرمون داره که درست کردن گفتن اعدامش کنی گرفتن در بردن گرفتن چند سال بعد دیگه 3 سال بعدا تبرئه شد بعدا با 15 سال زندان محکوم شد بعدا دیگه همونجا فوت کرد شکر منا از جلشان پاکین خدای لامکان تراجیبات منی ایران تراجیبات منی زرد وشین ارمان تراجیبات منان عاشق تایی هاکه منی تو شکلین واکه منی ساحت پتو قربان تراجیبات گوشان هر صحب بیگاهان خدا گار کنتی بدواهان منی سر و منی سامان تراجیبات خدا آباد کند هر واحد مگن دے علامہ تو بعد من عیسیٰ ترا منان تراجیبات اگر کے کوہ کن جاہن تمان ایرا منی ساہن بیان تی اس پر و دیپان تراجیبات میں نتوارن بس